شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شعله گلخوجه شما رو با اخبار 30 مارت آشنا میکنم. امروز در برنامه مرگ سوال برانگیز بعد یک روز بازداشت در شعبه کارهای داخلی جسد مرد 39 ساله را به پیوندانش سپاریدند. آرامی میخواهی به وضعیت فوق‌العاده آماده باش. در روستاهای ولایت ختلان به ساکنان در حالت آفت‌های طبیعی نجات بخشی را تمرین میدهند. وظیفه اساسی این گروه ها عبارت است از آن که در تو سر زدن حالت فوق‌العاده آماده باشند. و در ازبکستان فروش کتاب مقدس قرآن نوبت پایی چند کیلومتری را به وجود آورد. نزدیکان عبدالرسول نظرов ساکنی 39 ساله شهر کولоб جسدی او را بعد یک روز بازداشت از سوی میلیساها از قریه боло گرفتند. همسر این مرد میگوید نمیداند سبب بازداشت شوهرش در چیست، ولی وقتی جسد را با آنها سپاریدند در سر و روی او آثار لطوکوب و زخم‌ها نمایان بود. مقامات میلیسای دعوای شکنجه شدن عبدالرسول نظرов را رد کرده گفتند او را برای شریکیش در معاملات غیرقانونی مواد مخدر به شعبه کارهای داخلی دعوت نمودند. این آخرین لحظه های زندگی عبدالرسول نظرов در بیمارستان قریه بالاست که نزدیکانش نوار برداری کردند. صدبرگ باباخانه و همسر او میگوید روزی 28 مارت ساعت 3 شب از کولاب آمد و شوهرش را در این حالت پیدا کرد. رفتم دویدم درام پنجم کورپوس دویم تشکی درم کیسلارود موندگی همه جوش زدگی معیب یگان جوش کور میکنه پیشی برش درام گفت که آوردنش هم 3-4-5-6 ملیسه آوردنش در دستش جای نروشنی گفتم که گفت که هم پر مونه هم خیلی بیهوش بگوش همین قکیدیل شد چی کردیم یک بار نفس گرفت تمام افتاد. صدبرگ میگوید قبل از این ماموران پلیس به منزل او در شهر کولاب وارد شده به گفتگو و نشان دادن اجازتنامه به کافتکابی خانه شروع کردند. صحبت 11 و 12 شب کور کسته بود 6-7 ملیسه درم زدن درم کشودگی بود زمکش محکم کردی نبود درم ایله کند رو من گفتم چی گپه هم زدن تیله کند رو من خونم کفتنم خیلی شوریدن میگون کین چین شما یکون تش نمیگن که مو کین چی مای که جویم برای چی اومین. عبدالرسول نظرов که در یکی از مرکزهای تعمیری ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد روز 28 مارت از طرف ماموران پلیس سینا 2 بازداشت شده است. زنک مردک بودک مسافر هم از این پشیدگی برای همه نخواهی باید درنجه شود تری شود دیگه مکیده امید کنید کیده تکیه کنید مقصد این ملیسه گفته چی کمد. نزدیکان نظرов ادعا دارند که کارمندان میلیسه عبدالرحمن را شکنجه کردند. یگان جای سوز ندارد ایلش کفیدگی سرپر همه جوش یگان همه جوش پیشوی خچک همه جوش زدگی مایی باید دست پا و گوشش سرش فکش بنیش پیشونیش همه جوش بازی خونش من نشیده استه. جسد عبدالرسول نظرов روز 29 مارت از دوشنبه به کولоб انتقال یافت و قرار است امروز در زادگاهش چرمگرانی شهر کولоб دفن شود. عبدالرسول نظرов صاحب 2 فرزند است و طی 12 سال اخیر همراه خانواده‌اش در یکی از خوابگاه‌های دوشنبه به سر می‌برد. رو می‌ریم به موضوع دیگر. نجات آفت‌زدگان به دست خود آفت‌زدگان است. تجربه از این مقاله معروف روسی را در روستاهای آسیب‌پذیر تاجیکستان به راه مانده. به ساکنان منطقه‌های خطرزا در عمل نشان داده می‌شود که به هنگام آفت‌های طبیعی منتظر کمک نجات بخشان حرفه‌ای نشده خودشان به همدیگر کمک رسانند. در یکی از چنین تمرین‌ها همکاران ما از نستای شیوری نیز شرکت داشتند. در روستاهای از نظر حوادث طبیعی آسیب‌پذیر ولایت ختلان از حساب ساکنان ده گروه‌های نجات بخش تشکیل می شوند. یکی از چنین گروه اختیاریان در دهه گلستان قرار دارد. این نجات بخشان در دوام 1 سال چندین دور تمرین را گذاشتند. آنها باید به هنگام روی دادن آفت طبیعی در مدت تا 15 دقیقه همدیهگانشان را آگاه و ساکنان را به مکان‌های امن بکشانند و به آسیب دیدگان کمک اولیه برسانند. در گروه ما با 4 تا زیرگروه می باشد که این گروه علاقه، گروه نجات‌دهی، گروه اواکواسیا و گروه سانیتاری طبی.
به هنگام سیل و آبخیزی نخستین شده باید گروه نجات بخشی زودعمل در جنوب و شرق تاجیکستان به کمک مردم بشتابند. вазифаи асосии ин гурӯҳҳо иборат аст аз он ки дар то сар задани ҳолати фавқулода омода бошанд ва ба ҳама гуна хатарҳое ки дар деҳа ба вуҷуд меоянд сари вақт барои пешгирӣ кардани он саҳмгузорӣ кунанд ва онҳо дар алоқаи доимӣ бо органҳои болоӣ мебошанд. برای ساکنان این ده تمرین‌ها یک ایدرو میماند. برخی حتی دیوارها را با سوزنی آرا دادند. طبق روایت تمرین بعد از چند دقیقه خبر یافتن از سر زدن آفت طبیعی به محل پزشکان، کارمندان مقامات انتظامی و کمیسیون عاید به امور نجات بخشی رسیده می آید. نجات بخشان برای بیرون آوردن مردم از دهه از هر نقلیاتی که داشتند استفاده کردند. لحظه هایی که پزشکان به زخمیان شرطی کمک اولیه می رساندند، میلیسه ها ترتیبات را نظارت می کردند. در مد اول زنان و کودکان و از همه آخر چارواهای خانگی را از دهه بیرون آوردند. مردم نجات یافته را به میدان مرکزی ناحیه انتقال دادند. مشق‌ها در کار فایده نه مشق‌ها ما خیلی فایده دیم، خیلی کارا را با ایتر گذروندیم، دیدیم فهمیدیم هزار رحمت. ما را همین مشق‌های کدایی ما فایده داره، فایده‌مون میرسونه. دائم هوشیار میستیم. تمرین با مکافاتانیدن شرکتداران انجام یافت. نجات بخشان از این مشق‌ها خوشحالند و امیدوارند که در صورت سر زدن آفت میتوانند از عهده نجات جان انسان‌ها برآیند. نگاه مندازیم به موضوعهای جهانی. وضع سلامتی دختر سابق جاسوس روسیه و بریتانیا سرگئی اسکریپال بهبود یافته است. در این باره خدمات ملی بهداشتی بریتانیا خبر داده گفت که یولیا اسکریپال به هوش آمده میتواند حرف زند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از بهتر شدن وضع یولیا اظهار قناعتمندی کرد و بار دیگر دست داشتن مسکو را در زهرآلود نمودن پدر و دختر رد نمود. گذشته از این مقامداری روس درباره استفاده چاره‌های همسان در نسبت کشورهایی که دیپلمات‌های روس را خارج کردند اظهارات داد. مسکو اعلان کرد که 60 دیپلمات آمریکایی و 10 نماینده رسمی کشورهایی را که در همبستگی با لندن و واشنگتن دیپلمات‌های روس را اخراج کرده اند از روسیه بیرون می‌کنند. روز پنجشنبه در بینای بسیار طبقه‌ای که در دوران استالین بنیاد شده است، سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در این باره تفصیلات داد. посол Соединенных Штатов господин Хансман. در حالی که ما صحبت داریم، معاون من سرگئی ریابکوف به سفیر آمریکا جان هانستمن چاره‌های جوابی روسیه را آشکار می‌کند که از جمله اخراج شماره برابر دیپلمات‌ها و بازخواند موافقت مسکو به فعالیت کنسولگری گنرالی آمریکا در شهر سنت پترزبورگ را در بر می‌گیرند. И они включают наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. چندی پیش واشنگتن هم دستور داده بود که کنسولگری روسیه در شهر سیاتل ایالات متحده آمریکا بسته شود. موقعگیری مسکو چنین معنا دارد که 13 دیپلمات اوکراین، 4 دیپلماتی از فرانسه، آلمان و پولشا و 2 دیپلماتی از دانیا، آلبانیا و اسپانیا از روسیه اخراج خواهند شد. قبلا روسیه در جواب به اخراج 23 دیپلمات روس از بریتانیا شماری برابر دیپلمات‌های بریتانیایی را از روسیه اخراج کرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. در شهر توشکند هنگام فروش نخستین کتاب مقدس قرآن که در ازبکستان نشر شده است نوبت‌پایی طولانی به وجود آمد. گفته می‌شود در تاریخ استقلال این کشور نخستین بار است که مردم برای خریدن کتاب چنین نوبت می‌پویند. ارزش کتاب معادل تقریباً $4 است. رهبریت نشریات هلال به خاطر آنکه کتاب به دست دلالان نرسد اعلان کرد که به هر یک مشتری یک دانگی می‌فروشد. این موضوع را همکارم از بخش ازبکی سیراجدین اسلام پیگیری کرد و حالا در مرکز خبری ما را همراهی میکند. خب سیراجدین، با ما بگویید که سبب چنین توجه فوق‌العاده مردم به کتاب مقدس قرآن در چیست؟ سببش عادی است. تا هنوز در ازبکستان قرآن کریم را نشر نکردند و مردم عمدتاً قرآن را و کتاب‌های مقدس دیگر را از کشورهای خلیج فارس می آوردند و از روسیه و دیگر کشورها می آوردند. در خود ازبکستان اجازه نشر قرآن کریم نبود. البته سال 1989
مفتیت ازبکستان موفق شد ترجمه قرآن کریم را نشر کند و مؤلفش همان زمان علاءالدین منصور بود که عالم برجسته اسلامی است، خودش از قرقیزستان می باشد و برای همین بود که تمام مردم منتظر بود. اعلان کردند و نرخ یک کتاب با وجود اینکه مثلا 31,000 هست که این تقریبا $3.5 هست، بین یک چند ساعت فروخته شد که این گونه مثلا نوبت را در تاریخ ازبکستان ما ندیده بودیم مثلا. ببینید سیروژین، پس از به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف به مردم ازبک بعضی آزادی ها داده شد. آیا در این مذهبی های آزادی نیز باز شده است یا خیر؟ البته ما در اینجا خدمت شوکت میرزیویف زیاد است، چون پس از به قدرت آمدنش اولین کاری کرد این گفت که باید ما مسلمان ها آزاد به مسجد روند و اسلامی که ما در منطقه ما رواج یافته است، اسلام عنعنوی را باید ما ترغیب کنیم علیه گروه های افراطگرا گفت و خود همین سال گذشته بیش از 16,000 نفر محکومای دینی غیر از این اونهایی که در روی خط سیاهی حکومت بود از همون روی خط سیاه اصلا لغو کردن، بیکار کردن و اینا را از روی خط برآوردن و خود شوکت میرزیویف گفت که ما باید بیشتر به معرفت به اسلام توجه کنیم. میبینیم مثلا خود شوکت میرزیویف در تمام سفرهایش به منطقه‌های گوناگون ازبکستان با مفتی ازبکستان، ملازمانی که در اداره دینی کار میکنن یک جا میرود و همیشه از اونا دعای فاتحه میگیرد که این مثلا ما نمیتونیم بگیم که این چیز در منطقه ما در منطقه آسیا مرکزی خیلی رواج یافته است. سپاس. سیروژین اسلام بود، شورای بخش ازبکی رادیو آزادی. جزئیات بیشتری مربوط به فروش کتاب قرآن در ازبکستان را در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. ما برمیگردیم به تاجیکستان. شب دیروز آهنگساز معروف توجیک گلبک سعادتوف درگذشت. این مطرب نامدار قسم زیادی حیات خود را در دسته‌های هنری شش مقام و دریا سپاری کرد. او هنرپیشه شایسته تاجیکستان بود و آهنگهایش از زبان آوازخوانان زیادی شناخته تاجیکستان صدا میداد و میدهد. افسانه کبیر شو در مراسم جنازه گلبک سعادتوف بود و گزارش را در این باره از مومن احمدی میشنویم. یکی از سرخهای بسیار برجسته این مطرب و آهنگساز است. همکاران از او چون استاد صنعت یاد میکنند. زیاده از 100 اثر موسیقی به یادگار مانده است که آنها را هنرمندان مشهور تاجیک و خارج اجرا کردند. گلبک سعادتوف در سن 80 سالگی از دنیا رفت و همکارانش بجز اینکه او را چون مطرب ورزیده و آهنگساز نازکبین معرفی میکنند، در فرهنگ زندگی او نیز فلسفه خاص میدیدند. بسیار شخصیتی ناتکرار بود، بسیار لطفی سخن داشت. همین خیلی راه میگشت که گویا که از قدم زنی او حتی خاک آزار نمیرفت. گلبک سعادتوف از سال 1975 در انسامبل های نزد کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیک کار میکرد. تا این زمان هنرمند فیلارمونیای دولتی تاجیک بود که به گفته همکارانش با سبک خاص فرق میکرد، اسمی برجسته داشت. بعضا شوخیش میکنم که یکی مندلین برای که یک عمر همین ساز موسیقی را نواخت که مثل بلبل جنگست میکرد در داخلی دیگر پرنده های بزرگ، اسباب های بزرگ دیگر بکردن روبینو هم مندلینش قطعی ستارش علاهیده صدا میدادن و موسیقی سنتی ملی تاجیک را علامخصوص بدخشان را در سطح بلند آورد و جا به جا گذاشت. آنهایی که گلبک سعادتوف را خوب میشناختند میگویند این مطرب بهار را خیلی دوست می‌داشت و مرگ او نیز در همین فصل راست آمد. اما یقینا آهنگ‌های ماندگارش اسم گلبک سعادتوف را همیشه زنده نگاه خواهد داشت. با تمنای آنکه آهنگ زندگی هر یکی شما همیشه شاد باشد، برنامه امروز را انجام میدیم. خبرگزاری‌های بیشترش میتونید در سامانه ما و آزادی ویدیو پیدا کنید. تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.